چالش‌های درمان. یک نکته: در روند درمان ممکنه با چالش‌هایی مواجه بشیم که روند درمان رو مختل می‌کنه یا تغییر میده. در این چالش‌ها باید آرامش خودمون رو حفظ کنیم و به خدا توکل کنیم. چه بسا در این اتفاقات به ظاهر ناخوشایند رحمت خدا نهفته باشه. وقتی کسی ترس به سراغش میاد، آدم تصمیمای اشتباه میگیره. مثل من. اولین اشتباه من. دکتر گفت باید سریع روند درمان رو شروع کنی و تنها کسی که میتونه این جراحی رو انجام بده دکتر برمکه و نامه بستری من رو برای یکی از بیمارستان‌های آموزشی درمانی داد و من از اونجایی که ترسیده بودم بدون هیچ تحقیقی رفتم و توی اون بیمارستان بستری شدم. من 2 روز در بیمارستان آموزشی دولتی بستری بودم. در اونجا مثل موش آزمایشگاهی با من رفتار می‌کردند. همش دانشجوها و دکترا می اومدند و می رفتند و پرس‌وجو می‌کردند و کسی به درستی به من نمی‌گفت که الان باید چیکار کنم. من فکر می‌کردم اونهایی که دارن از من سوال می‌کنن دکتر هستن و با خودم می‌گفتم ای وای، حتی دکترها هم نمی‌تونن درست جواب منو بدن. حتما اوضاع من وخیمه و دارم میمیرم. دکترها به خاطر همین از گفتنش تفره می‌رفتن و این بر ترس من اضافه تر می‌کرد. در صورتی که اونها همشون دانشجو بودن و دانشجوها نمیتونن در مورد بیماری نظر بدن. آنها فقط برای آموزش خودشون منو چکاپ میکردن. بعد از 2 روز حتی دکتری را که باید منو عمل میکرد رو ندیدم. حتی کسی هم به درستی روند درمانم رو توضیح نمیداد و نمیگفتم باید چی کار کنیم. تا اینکه من و همسرم تصمیم گرفتیم از اون بیمارستان بریم. ولی اونا من رو مرخص نمی‌کردند و میگفتند جون بیمار در خطره و هر چه سریعتر باید عمل بشه. برای اینکه منو مرخص نکنن اینو میگفتن. خلاصه با زور و نامه پزشک‌قانونی و رضایتنامه منو مرخص کردن. من با درخواست و اراده خودم به اونجا رفته بودم ولی نمیتونستم با اراده خودم از اونجا بیام بیرون. انگار من اونجا زندانی شده بودم. خدا نکنه کسی گیر چنین دکترایی بیفته. در اون شرایط سردرگمی و فشار روحی من بیشتر می شد. اینقدر حال روحی من اونجا خراب شده بود که در عرض 2 روز منی که با پای خودم اونجا رفته بودم رو با ویلچر از بیمارستان بردن. چون حال روحی بد در جسم من رسوخ کرده بود و من احساس مریضی دوچندان می کردم. از آن طرف در خانه ما هم همه به شدت استرس گرفته بودند. مادرم، بچه‌ها، همسرم و خلاصه هر کسی که میشنید من سرطان گرفتم. آنها فکر میکردن چون اینقدر ناگهانی و با عجله من بستری شدم حتما دارم میمیرم. باور کنید مراسم ختمم با هم در ذهنشان تصور کرده بودند. دومین اشتباه من این بود. دکتر برای من CT اسکن و MRI نوشته بود. CT اسکن رو در بیمارستان انجام داده بودم اما باید MRI هم انجام میدادم و بدون اینکه من هیچ تحقیقی کنم که کدوم بیمارستان دستگاه MRI خوبی داره و یا کدوم بیمارستان مورد تایید دکتر هست رفتم و یه بیمارستانی پیدا کردم و MRI رو انجام دادم. اما چون کیفیتش خیلی پایین بود با اینکه این همه هزینه هم کردم مورد قبول هیچ دکتری نبود و من مجبور شدم MRI رو در جای دیگه انجام بدم. از همه بدتر این که جواب آزمایش خون من CEAش 265 بود. CEA در آزمایش خون برای تشخیص سرطان روده هست که حد نرمالش باید کمتر از 5 باشه اما برای من 265 بود. این استرس منو بیشتر کرد. حالا دکترها میگفتن این آزمایش حتما اشتباهه. دوباره آزمایش بده و دوباره آزمایش CEA را تکرار کردم و دکتر گفت تو حتما متاستاز کرده سرطانت. کسایی که فهمیدن اوضاع من اصلا خوب نیست شروع به پیدا کردن یه دکتر خوب برای من کردن. بعد از مراجعه به چندین دکتر آنها دکتر فاضلی را پیشنهاد دادند. میگفتند دکتر فاضلی پدر روده ایرانه.
بعد از معرفی نامه دکتر فاضلی گفته بودند اگر اوضاع مریض حاد باشه من ایشون رو قبول میکنم. یکی از بستگانم مدارک من رو برده بود مطب دکتر فاضلی و بعد وقتی که نوبت من شد من هم رسیدم و دکتر فاضلی از من پرسید چند تا بچه داری؟ من گفتم 2 تا و ایشون گفت باشه من عمل تو رو قبول میکنم. حالا من مونده بودم خوشحال باشم یا ناراحت. خوشحال از اینکه دکتر فاضلی منو قبول کرده یا ناراحت از اینکه دکتر فاضلی گفته بود فقط مریضای حاد رو قبول میکنه. یعنی من شرایطم حاد بوده که دکتر فاضلی من رو قبول کرده. در دلم میگفتم این حکمت خداوند بود که وقتی در بیمارستان قبلی بستری بودم دکتر نمی آمد تا مرا ببیند و این باعث شده بود به جراح قبلی بی‌اعتماد شوم. او حتی اینقدر برای مریضش ارزش قائل نبود که بخواهد قبل از عمل مرا ببیند و در رابطه با جراحی و درمان با من صحبت کند. همه چیز را به دانشجوها سپرده بود. چه خوب شد که دکتر قبلی اصلا نیامد که من را در بیمارستان ببینه وگرنه من رو عمل میکرد. در صورتی که من باید اول شیمی درمانی و پرتو درمانی میشدم تا توده از حالت فعال به غیر فعال تبدیل بشه و بعد جراحی کنم. و من اینجا دوباره متوجه حضور خدا شدم و شکرگزاری کردم. او مواظب من بود. هرچند که فکر می‌کردم چه دکتر اولم چه دکتر بی تعهدیه که نمیاد و منو ببینه. خلاصه روند درمان شروع شد. دکتر فاضل من رو برای پرتو درمانی و شیمی درمانی به دکتر انکولوژی ارجاع دادند. اولین دکتر انکولوژی که رفتم یک آزمایش ژنتیک برای بررسی یک نوع آنزیم نوشت که قیمت اون آزمایش حدود 2 میلیون بود. خیلی عصبی شده بودم که چرا تو این موقعیت من باید آزمایشی رو بدم که دکترهای دیگه میگن جواب واجب نیست، ولی با اصرار دکتر این آزمایش رو انجام دادم. از اونجایی که از دستش ناراحت شدم و گفتم این دکتر پولکیه و هزینه‌های درمانم پیش این دکتر زیاد میشه، دکترمو عوض کردم. دکتر جدید برای من دوباره آزمایش CEA نوشت و من دوباره انجام دادم و دوباره CEA بسیار بالا بود. دکتر تعجب کرده بود و گفته بود احتمال متاستاز وجود داره. برای اینکه مطمئن بشیم بهتره که یک پت اسکن انجام بدی تا ما ببینیم متاستاز کجاها هست تا بتونیم روند درمانو طبق اون متاستازها انتخاب کنیم. بنابراین شما باید اول پت اسکن انجام بدین. در آزمایش پت اسکن مناطقی از بدن که درگیر سلول‌های سرطانی شده اند را نشون میده. من پت اسکن رو انجام دادم. در پت اسکن گفته بود چند لنف در نزدیکی ضایعه درگیر شده و من از اینکه دکترم رو عوض کرده بودم خوشحال شدم. گفتم اگه دکتر قبلی بود پت اسکن انجام نمیداد و ما متوجه نمیشدیم که لنف های نزدیک توده درگیر شده. و اینکه دکتر قبلی پرتو درمانی رو از حالت نقطه زنی تعیین کرده بود، در صورتی که دکتر جدید گفت ما پرتو درمانی رو محیطی انجام میدیم تا لنف های درگیر نیز درمان شوند. در زمان پرتو درمانی باید قرص‌هایی به نام زلودا مصرف می‌شد که مکمل پرتو درمانی بود. دکتر روزی 6 عدد برای من تجویز کرد. من شروع به خوردن قرص‌ها کردم و حالم خیلی خیلی بد می‌شد. از بقیه مریض‌ها می‌پرسیدم آیا شما هم همینقدر حالتون بد میشه؟ اونا میگفتن نه به اندازه تو. من آزمایش ژنتیکی را که دکتر قبلی برای من نوشته بود را برای دکترم فرستادم و ایشون بلافاصله به من پیام دادن که دیگه نباید قرصا رو بخورم چون در این آزمایش نشون میده که بدن من آنزیم هضم قرص رو نداره و ایشون گفتن خدا بهت رحم کرده که شما این آزمایش رو قبلا انجام داده بودید
و گفتند ما این آزمایش رو برای کسی نمی‌نویسیم چون از هر 1000 نفر شاید 1 نفر مثل شما باشه. اگر به خوردن این قرص‌ها ادامه می‌دادید دچار مسمومیت شدید می‌شدید و احتمال مرگ هم وجود داشت و من از اینکه چرا دکتر قبلی رو قضاوت کردم شرمنده بودم. دوباره استرس گرفتم. حالا که نمیتونم قرص بخورم چیکار باید بکنم؟ نکنه روند پرت و درمانی مختل بشه. دکتر گفت همزمان با پرت و درمانی شیمی درمانی رو با دوز کم شروع میکنیم. اینجا من متوجه شدم که خدا حواسش به من هست. چرا؟ اول اینکه باید آزمایش ژنتیک رو انجام میدادم تا من اون قرص ها رو نخورم. دکتر اول انکولوژی برای من آزمایش ژنتیک نوشته بود. دوم باید پت اسکن هم انجام میشد تا پرت و درمانی به روش محیطی انجام بشه تا لنف‌های درگیر هم درمان شوند. دکتر دوم برای من پت اسکن نوشته بود. نکته: اگه کسی درگیر بیماری میشه بهتره برای درمان از چند دکتر مشاوره بگیره و از همه مهمتر به خدا توکل کنه. مثلا من پیش 2 دکتر انکولوژی رفتم. اولی برای من آزمایش ژنتیک رو داده بود و باعث نجات جونم شد که دکترهای دیگه اصلاً اعتقادی به این آزمایش نداشتن و همچنین راهکارهایی رو که در هنگام پرت و درمانی باید رعایت می‌کردم تا کمتر دچار عارضه بشم. دکتر دوم انکولوژی برای من پت اسکن رو نوشت تا متوجه درگیری لنف‌ها هم بشوم. و دوباره در این مرحله از درمانم حضور خدا را دیدم که چطور دستهای پنهانش مرا به سوی روند درمان بهتر هدایت می‌کرد. راستی یه نکته رو هم بگم. من در طول درمانم سریال حکیم اغلو رو می‌دیدم و این خیلی به من کمک می‌کرد که در طول درمانم صبورتر باشم. و همچنین گفته‌های استاد مزدافر مومنی که درباره تقویت انفجاری سیستم ایمنی بدن بود را گوش می‌کردم و از اون به بعد همایش‌های دیگری از استاد مثل گذر از ذهن و اپیزودهای دیگری از ایشون را در یوتیوب بود می‌دیدم و خیلی به روحیه و نجات من از بیماری کمک کرد.